خونخوار، قاتل و کورکننده، همه اینا لقب‌های آقا محمد خان قاجاره. ولی یکی از مسائلی که فکر همه رو به خودش مشغول کرده اینه که چرا با وجود اخته بودن آقا محمد خان زنهای زیادی رو داخل حرم سراش داشت؟ آیا دلیل چیز دیگه‌ای بوده که ما نمیدونیم؟ داخل این ویدیو قصد داریم این مسئله رو شفاف سازی کنیم. یکی از شگفتی‌های زندگی آقا محمد خان که در خواجگان دیگر کمتر دیده شده است، عشق و علاقه مفرط او به زنان و برپا داشتن حرمسرای از زنان زیبا بوده. گرایش به ایجاد حرمسرا برای جمع‌آوری زنان از دوره حکومت آقا محمد خان آغاز شد. زنان حرمسرای قاجاریه نقش پررنگی در سیاست دوره قاجار داشتند. زنان حرمسرا به بهانه‌های مختلف و به دلیل مصالح سیاسی با پادشاهان وقت ازدواج می‌کردند. ازدواج‌های سیاسی در دوره قاجاریه برای تحکیم روابط حکومت با گروه‌ها و قبایل مختلف انجام می‌شد. برای مثال آقا محمد خان با گلبخت خانم که دختر یکی از قبایل ترکمن بود ازدواج کرد تا از این طریق ارتباط خودش را با ترکمن‌ها استحکام ببخشه. زنان حرمسرای قاجار اوقات خودشون را با مسائل مختلف سپری می‌کردند. پرداختن به مسائل مذهبی یکی از سرگرمی‌های اونها در دوره حکومت آقا محمد خان قاجار بود. در دهه عاشورا برخی زنان به منبر می‌رفتند با بیان مصائب کربلا دیگر زنان را به همراه خودشون به عزاداری و شیون وامی داشتند. زنان حرم اگر فرصتی می‌یافتند به همراه شاه به زیارت ضریح امامان یا زیارت حج نیز می‌رفتند. رفتن به این مسافرت‌ها و زیارت‌ها تنها بهونه‌ای برای بیرون اومدن زنان از حرمسرای قجری بود. زنان حرمسرا در جشن‌هایی چون جشن نوروز یا اعیاد مذهبی شرکت می‌کردند و از این طریق از فضای کسل کننده حرم فاصله می‌گرفتند. برای زنان در حرمسرای آقا محمد خان قاجار وظایف مختلفی در نظر گرفته شده بود. برای مثال یکی از زنان شاه وظیفه داشت بر کار دیگر زوجه‌هایشان نظارت کنه تا کارهایی که بر عهده داشتن را به درستی انجام بدن. وظایف این زنان متفاوت بود. برخی کارهای مربوط به حمام را به عهده داشتند و برخی دیگر وظیفه داشتن غذا رو برای شاه ببرند. در دوره پادشاهی آقا محمد خان به دلیل اینکه حرم تازه شکل گرفته بود، زنان از مواجب منظم و مستمری برخوردار نبودند. در این دوره برای تمامی زنان حرم یک مقرری در نظر گرفته شده بود. در دوره ناصرالدین شاه تشکیلات حرم شکل جدی‌تری به خودش گرفت و حقوق مشخصی برای اونها در نظر گرفته شده بود. در دوره ناصرالدین شاه زنان حرم طبقه بندی شدند و هر یک بر طبق رتبه خودش حقوق دریافت می‌کرد. بر این اساس زنانی که رتبه اول رو داشتند ماهی 750 تومان و زنهایی که از رتبه‌های پایین‌تری برخوردار بودند مبالغ کمتری دریافت می‌کردند. زنان حرمسرای آقا محمد خان حق دخالت در امور سیاسی کشور رو نداشتند. زنانی که نزد شاه محبوب‌تر بودند نیز با دستور شاه از خانه و زندگی جداگانه برخوردار می‌شدند. ایجاد نظم در حرم دوره قاجار کار ساده‌ای نبود. علاوه بر مراقبت از زنان در برابر مردان حرم، فاش کردن اسرار سیاسی برای حفاظت از امنیت زنان حرم سبب می‌شد زنان دچار ترس بشن و حتی در هنگام بیرون رفتن از حرم برای مراقبت از خود چاره‌اندیشی کنند. زنان در حرمسرای آقا محمد خان بر سر مسائل مختلف با هم نظام می‌کردند. زنان حرم در اکثر اوقات اصل و نسب یکدیگر رو به رخ هم می‌کشیدند. اونها تلاش می‌کردند زنانی را که از ریشه سلطنتی برخوردار هستند از دیگر زنان حرم جدا کنند. شاه با زنان اصیل با احترام برخورد می‌کرد و در حضور اونها به طبقات دیگر توجه نمی‌کرد. زنان اصیل حرم اجازه داشتند روزی 1 ساعت در نزد شاه حضور داشته باشند و در جایگاهی مخصوص جدا از دیگران می‌ایستادند. در برخی موارد دیده می‌شد که شاه نسبت به زنان معمولی علاقه خاص نشون می‌داد. این زنها از امکانات بیشتری برخوردار بودند. اونها نظر شاه رو نسبت به خودشون جلب می‌کردند و از این طریق مواجب بیشتری رو به خود اختصاص می‌دادند. ایجاد چنین موقعیت‌هایی برای زنان در حرمسرا سبب تحریک حسادت و رقابت بین اونها می‌شد. این رقابت‌ها حرمسرا رو به صحنه‌ای برای نزاع زنان تبدیل می‌کرد. زنانی که از شاه فرزند داشتند جایگاه بالاتری رو دریافت می‌کردند. زشتی و زیبایی زنان و جوانی یا پیری اونها برای حضور در حرمسرا از اهمیت زیادی
زیادی برخوردار بود. به زنان حرم خانم میگفتند و برای اونها از عنوان ضعیفه استفاده میکردند. در عصر سلطنت آقا محمد خان قاجار به دلیل شخصیت خشن شاه و ضعف‌های جسمی او که اخته شده بود، دست زنان از دخالت در امور سیاسی کشور کوتاه بود و محدودیت‌های سختی برای اونها در نظر گرفته شده بود. در دوره‌های بعد دست زنان تا حد بسیار زیادی در امور سیاسی باز شد و حتی در برخی موارد بر تصمیم‌های سیاسی شاه اثرگذار بودند. فتح علی شاه حتی در لشکرکشی‌هایی که داشت زنان رو همراه خودش می‌برد و دربار ناصری برخی اوقات بر اساس دستور مهدعلیا اداره می‌شد. آقا محمد خان زنان جوان و دختران زیبایی رو که از اطراف برای او می‌آوردند طبق آیین شریعت صیغه می‌کرد و تا زمانی که در همسرایش بودند در عقد موقت اون باقی می‌موندند. آقا محمد خان غالباً دختران باکره‌ای رو که در عقد موقتش بودند به پاداش خدمات سرداران خودش رو به اونها اهدا می‌کرد و مراسم عقد و عروسی اونها رو در دربار خود برپا می‌ساخت. آقا محمد خان فقط از یکی از زنان صیغش که مریم نام داشت بسیار زیبا بود تا آخر عمر دل نکند که بعد از مرگ اون نصیب برادرزاده و جانشینش فتح علی شاه شد. آقا محمد خان در آغاز به قدرت رسیدن خود بیوه برادرش حسین قلی خان جهانسوز رو به عقد خودش درآورد و اون رو به لقب مهدعلیا ملقب ساخت. بیوه حسین قلی خان با علم به خواجه بودن برادر شوهر متوفای خود به این ازدواج تن در داد، زیرا تمام هم و غمش این بود که پسرش فتح علی خان بعد از مرگ آقا محمد خان به سلطنت ایران برسد. آقا محمد خان در نوجوانی از مردی ساقط شده بود و مختوم النسل بود، اما در این عرصه از بقیه سبقت گرفته بود و تشنه‌تر از بقیه هم بود. آقا محمد خان توانایی رابطه جنسی نداشت، اما برای خودش حرمسرای بزرگی داشت از زنها و دخترهای زیبای ایرانی. آقا محمد خان این زنها رو شکنجه میکرد و بهشون تجاوز میکرد. اون با خونریزی آتش خودش رو برطرف میکرد توسط شلاق، گاز گرفتن، ضربه زدن، استفاده از اشیای مختلف این کار رو انجام میداد. گفته شده که در حرمسرا حدود 350 دختر و زن جمع کرده بوده. رفتار سادیسمی اون باعث میشد که چند زن رو به هم ببنده و مجبور به معاشقه با هم میکرد و بعدم اونا رو با شلاق میزد تا حدی که بدنشون از خون آغشته میشد و در نهایت از جراحت‌هایی که به اونا وارد میشد زنها میمردن. در ادامه با ویدیوهای دیگه با ما همراه باشین.